ترکیه امروز یکی از دوره‌های دشوارترین تاریخ معاصر خود را از سر می‌گذراند که آن مستقیما با آینده اسلام در کشور وابسته است. بازداشت شهردار استانبول اکرم اماموغلو اوج مقاومت چند ساله او با اردوغان گردید. مخالفان این قضیه را تصمیم سیاسی می‌حسابند، در حالی که مقامات او را به فساد گسترده و رابطه با حزب کارگران کردستان که در ترکیه گروه تروریستی اعلان شده است متهم می‌کنند. در محیط‌های مذهبی محافظه‌کار ترکیه کیها باز گمان دارند که اماموغلو نسباً به ویزانتی‌ها می‌رسد و نماینده منفعت‌های یونان در کشور است. این گمان‌ها قسماً با رابطه‌های نزدیک او با مقامات افینه و اظهاراتش علیه انقره تصدیق می‌شوند. یونان پیروزی او را در انتخابات سال 2019 با شادمانی استقبال کرد، زیرا آن را به طور رمزی همچون فتح دوباره کنستانتینوپل می‌دید. اما در سال 2021 اردوغان با تبدیل دادن آیا صوفیه به مسجد به این آرزوها ضربه سخت زد. در طول فعالیت خود همچون شهردار اماموغلو چاره‌بینی‌های برگزار می‌کرد که با ارزش‌های اسلامی مخالفت داشتند. از این رو او را شخصی می‌دانند که برای دنیوی سازی جامعه تلاش دارد. با وجود این در سطح رسمی درباره نسب و انگیزه‌های پنهانی اماموغلو صحبت نمی‌شود، زیرا ترکیه دولت دنیوی میباشد و چنین بحث‌ها رسما قابل قبول نیستند. در محیط‌های مذهبی ترکیه اماموغلو را یک لایحه ضد اسلام حسابند، اما رقیب اساسی اردوغان نه او بلکه شهردار انقره کمالیست منصور یواش میباشد. اگر انتخابات پیش از مهلت برگزار شود او میتواند به اردوغان رقابت جدی ایجاد کند.